دوستان سلام. آقا هوای منطقه واسه آخوندا خیلی پس شده. هرچی زمان میگذره تحولات سرعت میگیرن و باد این سرعت ریش و عبا و عمامه آخوندا رو اساسی میتکنه. اول بریم سراغ تازه ترین خبرها. شهدت العاصمة الفرنسية باريس حراكاً روز گذشته پاریس پایتخت فرانسه در صحنه‌های مختلف شاهد جنبشی سیاسی و دیپلماتیک در مورد بحران سوریه بود. وزرای خارجه آلمان، فرانسه، انگلستان و نماینده اتحادیه اروپا از تمامی طرف‌ها در سوریه خواستند تا به آتش‌بس احترام بگذارند. إلى احترام وقف إطلاق النار. آقا همین خبر دو خطی کافیه که قلب عضو رو ببره رو ویبره و نفسش بند بیاد، چون خوب میدونه که پشت یه چنین خبری چه سونامی خفنی خوابیده. گفتگوی تلفنی مشترک رئیس جمهور روسیه با سران انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا. رئیسان جمهور روسیه، فرانسه، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر ایتالیا، سران این کشورها ارزیابی مثبتی از توافق آمریکا و روسیه مطرح کردند. اینا برای آخوندا فقط خبر نیست، اینا برای آخوندا حکم برق سپاسو داره، یعنی شوکه کننده است. آیا روس‌ها اسد را می‌فروشند؟ مسکو بر سر آینده بشار اسد و حکومت سوریه با دولت دمشق به اختلاف خورده است. خبری که بسیاری از ناظران فضای سیاسی خاورمیانه را شوکه کرد. بله، خامنه از تنهایی تو سوریه میترسه، از باطلاقی میترسه که این دفعه دیگه توش گیر نمیکنه بلکه توش غرق میشه. به خاطر همینم این روزا یه سوال جدی زیر امام آخونده هی بول میخوره. آل سعود در بیانیه‌ای که به اسم شورای همکاری خلیج فارس منتشر کرد، حزب الله لبنان را گروهی تروریستی خواند. باید دید دلیل انتخاب این مقطع زمانی چه بوده و چرا آل سعود در دشمنی علیه حزب الله لبنان تا این حد به پیش رفتند. خب دوستان، دلیل انتخاب این مقطع زمانی چی بوده؟ دلیلش خیلی ساده است. آقا قضیه جدی شده. الان دیگه سوریه نه فقط یه بحران منطقیه بلکه یه بحران اروپایی و جهانی هم شده. پس باید فیصله پیدا کنه. چجوری؟ اگه شد آتش بس، اگه نشد با پلن بی. حالا پلن بی چیه؟ مقامات غربی و عربی اعلام کردن که اگر این آتش بس شکست بخوره به هر حال وارد پلن ب یا همون طرح ب میشن. میخوایم بدونیم این طرح ب چیه؟ آیا ورود نیروهای نظامی در واقع آمریکا و سعودی ها به سوریه هم جزو همین پلن ب میشه یا نه؟ به عنوان یک تهدید، به عنوان تغییر معادلات ناگهانی مرتب از پلن ب دارن یاد میکنن. پس تهدید جدیه، تغییر ناگهانی جدیه. جان کلامی که جام زهر منطقه‌ای رو دارن با لب و دهن عظما آشنا میکنن. عقب نشینی های زنجیره‌ای همینجوری داره عظما رو پس میرونه. این تونلیه که تهش به کله پا شدن خامنه راه میبره. داستان آمریکایی ها و ما تنها مسئله هسته‌ای نیست که با برجام خاتمه یافته باشد، که البته خود رشته برجام سر درازی دارد. در میان لیست بلند بالای موارد تخاصم دو طرف به نظر می رسد مسائل منطقه‌ای نزدیکترین و محتملترین میدان تقابل در آینده باشد. میبینید دوستان، این حرف شریعت نداریه ها. میگه تازه ای کاش سوریه پله آخر بود. اما آخه این خبرها نیست، این داستان ادامه داره. عظما باید همینجوری پسکی بره تا آخر کار، ملت با یه لگد بندازنش تو قبرستون. خب دوستان، خوشحال شدیم دیدمتون. تا موشکاف بعدی، خداحافظ.
شکار